جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. به نام خداوند بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عالی قدر، این دنیا داری آزمایش و سختی است. چگونه که خداوند در قرآن می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، به درستی که آدمی را در سختی رنج آفریدیم. امام احمد را وقتی که پرسیدند ای امام کی ما در این دنیا راحت میکنیم، در جواب گفتند راحت همان وقت است که هر دو قدم‌هایت را در جنت بگذاری. اکثر مردم از دلتنگی، غم و اندوه، پریشانی ها، مشکلات زندگی بین زن و مرد، فرزند و پدر شکایت های زیاد میکنند. هر وقتا که بنده به این حال رسید و دچار مصیبت ها گردید، باید به سوی الله تعالی از تحت دل و یقین روی بیارد. به یاد آورد که الله تعالی صدای او را میشنود و او را میبیند و او بسیار مهربان است. الله تعالی از پدر و مادرمون دیده برای ما و شما مهربان تر است. پس بگو ای خدای من، تو حال و وضعیت مرا میبینی و ناتوانی مرا میدونی. ای پروردگار، از تو کمک میخواهم و به سوی تو روی آوردم و به تو ایمان آوردم. وقتی که انسان این کلمات را از تحت دل میگوید، درهای آسمان ها برایش باز میشوند. چگونه که خداوند فرمودند اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا کس آنکه چون او را بخواند درمانده را اجابت میکند و سختی را میبردارد. همچنین الله سبحانه و تعالی قصه ایوب علیه السلام را برای ما و شما ذکر کرده فرمودند که و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیه السلام ندا میکردند، میگفتند پروردگارا، مرا رنج رسیده است و تو مهربان ترین مهربانانی. خداوند در جواب دعایش گفتند فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، پس دعای او را قبول کردیم و آنچه را که از رنج بر وی بود دور ساختیم. و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکرى للعابدین، و فرزندان او و مانند آنها را همراه آنها به او عطا کردیم. بعضی مردمان وقتی که مصیبت بالایشان بیاید، یکم نزد مردم میرود از آنها کمک طلب میکند و خالق خود را فراموش میکند. خوشبخت‌ترین انسان کسی است که در حال مصیبت و سختی از الله سبحانه و تعالی کمک طلب میکند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میطلبیم. قسم به خدا، خوشبختی هیچ گاه در پول و مال نیست. اگر خوشبختی در پول و مال می بود، قارون خوشبخت‌ترین روی زمین بود، اما الله تعالی قارون را بدبخت‌ترین روی زمین ذکر نمود. چگونه که خداوند فرمود فخسفنا به و بداره الارض، پس قارون به سرای او را به زمین فرو بردیم. خوشبختی حقیقی این است که انسان به الله نزدیک باشد و از هر یک معصیت دوری بجوید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقت بالای سرش مشکلات می آمد می گفتند لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة